از این تالار عروسی در شهر هرات زمان صدای سرود و موسیقی به فلک میپیچید. در اینجا هم داماد و عروس می نشستند و مردم به تبریکشان می آمدند. طالبان که حالا در قدرت هستند به صاحبان تالارها گفتند که دیگر حق ندارند چون این جشنها برگزار کنند. موسیقی و ترچیزای منکرات که بوده الکولات، مشروبات الکلی و غیره خیلی تقریبا به رواج انداخته شده بوده که بیا آمدیم با اتحادیه تالارها و به اتحادیه کافی شاپ ها و اینا را هم بخواستیم با خیلی خوب با اونا مجلس با خیلی احترام خوب با اونا مجلس کردیم. در حین مجلس با اونا بگفتیم که این چیزهایی که منکرات باشه اونا باید نباشه. اینجا جشن عروسی دو برادر است که دیگر بر طبق خواسته طالبان سازمان دادند. از عروس و هم از زن نشانه نیست. نعت جای ترانه های شاد را گرفته است. منع سرود و موسیقی در جشن‌های عروسی آرزوهای بعضی از جوانان افغان را که امروزی بزرگشان را برنامه ریزی کردند برباد داده است. زهرا که با پسر خالش عقد بسته است یکی از آنهاست. همین عروسی بزرگترین آرزوی یک دختره، یعنی بزرگترین شادیشه و بزرگترین آرزوشه، ولی طوری که طالبان قوانین جدیدی که سر تالارا وضع کرده باعث شده که این آرزوهای دخترها برباد شود. مثلا نمیتونه اورغم عروسی بانشاد و با جنب جوشی که میخواد بگیره گرفتن نمیتونه. از بس که دیگر رقص و سرود و نشاط در تالارهای عروسی منع شد، اکثریت دیگر در خانه جشن عروسی برگزار میکنند. بعضی از جوانان افغان که زورشان به جشن عروسی نمیرسد میگویند که طالبان زن گرفتن را آسان کردند. مصرف اعمال به وجه قدیم سبکتر شده، چون تالارها سنتی شده. ما میتونیم که مثلا همین مصرف رو بدیم، مثل قبل نیه که برای ما سنگین باشه. اما برای صاحبان تالارهای عروسی سنگین است، چون دیگر از درآمد محروم شدند و کارگرانشان را جواب میدهند. مشکلات بسیار داریم. سرمایه هم که داریم، سرمایه هم بند کردیم. فعلا نمیتونه که دست به دست گذشته هیچ چیز دیگه. حتی شاگردا خود ما بسیار بیرون کردیم. افغانستان در بیشتر از نیم سال حکومتداری طالبان تغییراتی زیاد دید. اگرچه امنیت اندک بهتر شد، حال اقتصاد کشور بد است و رو به تباهی دارد. مردم هم از ترس تباهی و فرمانهای سختگیرانه طالبان به تدریج از کشور می روند.